خادم علمی استخوان‌های تاریخی کشورشناسی نوحه فرخور غفار حبیب الله. فرخور چی معنی دارد؟ در کتاب تاجیکان باباجان غفارов نوشته شده است که یک نوحه با نام فرخور در جنوبی تاجیکستان موجود است که از کلمه سانسکریتی ویخر گرفته شده معنایش معبد بودایی است. کلمه فرخور وقتی که ما میگیم که کلمه بودا بعد سوال پیدا میشه همین کنی همون بودخانه هایی که اگر اخل باشه ما با اون که تاریخ اگر نظر کنیم و با اقلیم نوحه فرخور و منطقه جنوبی تاجیکستان اگر نظر کنیم این آشکار میشه. هر سال در حدود تاجیکستان جنوبی از 10 تا 20 مرتبه بادهای افغانی میشه که چنگ و همین غبار در همین منطقه با آسمان میخوریم. شما تصور کنید که اگر به شرطی که در یک سال همین چنگ ها اگر 1 میلیمتر بریزن در 10 سال 1 سانتیمتر میشه و اگر در 100 سال بگیریم 10 سانتیمتر میشه در 1000 سال 1 متر میشه. اون یادگاری های تاریخی که در حدود نوحه فرخور بودن تاریخ 3-5 هزار ساله داره. پس معلوم میشه که این یادگاری های تاریخی با امر تاریخ در چقدر 3 متر جایگیر شدن. وقتی که ما گفتگوهای ارکئولوژی را در منطقه ساکسان-آخور در مکان موران در دیگر منطقه ها وقتی که جستجو میکنیم حقیقتا از 2 تا 3 متر در چقدری بسیار یادگاری ها یافت میشه. همین فرخوری چون از کجا اومدن؟ اصلا وقتی که ما با تاریخ اگر نگاه کنیم ما در افسوس که در همین تپه دگونیکو ما با همراهی نیمیسو گفتگوهای ارکئولوژی گذرانده نتونستیم. ما در اونجا سال 2018 وقتی که اونها اومدن و خواستن که همین تپه دگونیکو را بکوان در حجم 10 هکتار زمین ما تستی را کردیم با واسطه کامپیوتر و معلوم شد که در اونجا 6 قبر پادشاهان گرانده شد. لیکن افسوس که این نشد. یعنی اگر باشد که با گفتی اونها در اینجا تاریخ فرخور اگر همون می اومدن تاریخ ما با 6000 سال رفته می رسید. درباره اون که فرخور از کجا اومدن معلوم میشه وقتی ما گفتگو در همین منطقه چلتنبوربو گذروندیم 5500 سال در سن پتربورگ معلوم کردن که در اینجا همون قبرهایی که گفتیم 5500 سال تاریخ داره و اومده تا عصر 1 میلاد در 3500 سال در حدود نوحه فرخور یگان چیز ویران شدگی نیست. برای چی؟ برای اینکه از همین جیرانی سرکردگی ایت اومدگی گرد همین ارتباط تو زوری زرده همه قبرستان های و وقتی که کدوم منطقه را که میکوی تاریخ 5000 تاریخ 4000 تاریخ 3000 تاریخ 10000 ساله داره و در اینجا مردم اصلی وقتی که گفتگو ما میگذرونیم مثلا در اینجا اگر 65 تا قبر شده باشیم انتروپولوگ اومده سنجیدن که یگان تای اونها دیگر قوم نیستن قوم اوریایی و ما با صلاحیت گفته میتونیم که در تمدن اوسیمونه مردم اوریایی در حدود فرخور زمین زندگی کردن. همین روز است که میگن که بسیاری آدمانی که در فرخور زندگی میکردن زردشتی ها بودن. این همین کتابی که شما میبینید این همین همون
بودخانه هست که در سکسانوخی افتادگی است و این مردم در همینجا زندگی میکردن. اکنون با مرور زمان دین ها تغییر می‌یابد. مثلا اگر باشد که ما ببینیم اگر در دوره اول اگر زردوشت انکشاف شده باشد، در دوره مثلا قشونی و اینو ما می‌بینیم که دین بودایی پیدا شده. پرستی هم ما در همین اصولخانه ما ما یافتیم چندین بودهایی که بودهای زنانه و بودهای مردانه یافت شدن و گفتم که با پیدا شدن دولت‌های گوناگون در دوره‌های گوناگون تاریخی دین ها تغییر یافت و دین زرتشتی هم در فرهنگ ما وجود داشت. این حقیقت است. آیا گفتم میتونم که چقدر مقدار آدم در اون دور با دین زرتشتی؟ اینا راستی که بسیار خوب میشه که ما تخمین نکنیم. برای چی میگم؟ برای اون که وقتی که شما باور میکنید در این کتابی که ما هست 110 یادگاری تاریخی را با همون موقع جایگشاییش و همه در کدام جا هست نشون داده و در همین جا ما میتونیم که با همین چی بگیم صلاحیت بگیم که فرخور در گفتم که در طول 3000 5000 سال وارد نشده است. لیکن در دوره از دوره همین ساسانی ها تا دوره آمدن عربا را قریب یادگاری تاریخی یافت نمی شود. از میست کن ساخته شدگی همون چیز این رمزی دولتداری است. اگر باشد که همین خیلی نگاه کنی گمان میکنی که گیره. ما با آنها نشون دادیم که در حدود نوع فرخور 15 تا یادگاری تاریخی هست که با عصرهای میانه متعلق. وقتی که مغول‌ها آمدن مردم فرخور را سراسر قیل کردند. کدام عصر کدام سال؟ در عصر 13 و این مردم کوچیده به کوهستان رفتند. مثلا در حدود سابق ناحیه دشت جم که حوض سبزین شاهین است در اونجا یک دیهه‌ای هست به نام فرخورچیا. این چنین اگر باشد که ما چی کنیم در تریتوری افغانستان باز هست فرخور، یعنی همین فرخور زمین بسیار حدودی کلان بود. وقتی که مردم از اینجا مغول‌ها آمده و چی کردن اون مردم برآمده با کوهستان رفتن. یگانه پناهگاهی که ملت تاجیک در اصلش نگاه داشت این کوهستان بود که دیگر دشمن‌ها به اونجا نمی‌رفتن و طوری انا که ما در اصل 13 تا آخرهای اصل 19 را در حدود نوحه فرخور یگان یادگاری تاریخی نداریم و وقتی که سال 1895 روسا آمده سرحدی در نتیجه شرمنامه چهارگانه افغانستان و انگلیا و روسیه و امارات بخارا در کابل شرمنامه کابل بستن، اینجا سرحد جلو کردن و از سال 1895 در اینجا پستگاه‌های عسکرای روس ساخته شدن و من در حدود دهه اتفاق یک تیپه هست که در اونجا تنگه یافتیم، یک 4 تنگه یافتیم که متعلق هم به سال 1902-1903 و این چنین در اینجا با بعضی مثلا در دهه پسکو بودن از اصل 13 تا میانه‌های اصل 19 را اینجا همچون جای نگهداری چروا همین چرواهای مثلا گوسفند گاو شتر و همینایی که در زمستان اینجا قایم میکردن اینجا چراگاه حساب میشه و اینجا اکثرا قمیشدار و توغجار بودن و سالی 1922 17 مارت سال 1922 در اینجا وقتی که امیر بخارا از حدود فرخور چوبه گذشته
و افغانستان میرود انا در همینجا بعد روسو اومده اینجا در این کتاب ما درباره همشون نوشتگی هم که کی کجا را چی میکنه نگاه میکنن که این وادی نهایت وادی سیرحوصیل است ایده طرفش آب میرود برای همین از سال 1927 از حدود خواله از حدود برجام از سر خسرو از مومن‌آباد از شوراباد از دشت جم آدم‌ها را 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا از هر دیه ها 4 کسی 5 کسی گرفته آورده در اینجا مسکن کرده مثلا ما داریم دیه قزیل موجود اون bayrak چرکم چی هست حیاتی نو داریم انا همینو با روح لینی که اینو اولین موجرهای هستند وقتی که اینو رو آوردن و پختکاری را در اینجا از سال 1926 27 سر کردن از همینجا پخته را بار کرده با شطور در لبی پنجه بودن از اینجا در همون کشتیچه ها بار کرده تا با ترمیز میبودن لیکن موقع فرق را دیده سال 1928 در اینجا زوادی پخته ساختن با مردم موجود کرده آوردن از سبب اون که مردم کوهستان درباره پخته کشتی پخته معلوماتی درست نداشتن از تریتوری فرغانه مردم فرغانه را موجود کرده آوردن که اونها را اول اوپودیک بگفتن اوپودیکا را آوردن یعنی اونها طرزی شنوندن پخته را با این مردم چکو میکرد شنوندن همین بود که وقتی که مردم از فرغانه از کوهستان موجود کرده به اینجا آوردن بعضی دیه‌هایی بودن که مردم تاجوی هم در اینجا بودن اصلا در اینجا اینو را قطغان میگفتن قطغانو در دیه جیلالی بود در دیه پشقوق اینو قطغان در اینجا افغان‌ها زندگی میکن در الودی در شورتپا که این شورتپا را پیش کوس شهر میگفتن